به نام خدا و سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال بلیستریدر. امیدوارم حالتون خوب باشه. قول داده بودم که اگر ویوی این پست به 10,000 برسه یه ستاپ جدید آموزش بدم که حالا به نظر من ویوی فکر خورد، چون توی 1-2 ساعت در واقع به این 10,000 تا رسید بدون اینکه هیچ کاربری عضو کانال بشه و یه خورده حالا این ویو مشکوک میزد و مهم هم نیست. حالا من قول دادم و این ستاپ رو آموزش میدم. هدف من این بود که دوستان بیشتری با کانال آشنا بشن که متاسفانه این خواسته من به وجود نیومد و تو 1-2 ساعت این ویو خورده شد. یه خورده حالا به نظر من غیر منطقیه، حالت عادی نداشت. خب بریم سراغ این ستاپ. این ستاپ روی اطلاع خیلی خوب کار میکنه. 1 دقیقه و 5 دقیقه و 15 دقیقه که حالا 1 دقیقه خیلی سریع رخ میده، پیشنهاد نمیشه. اون 5 دقیقه تایم فریم مطلوب تری هست و البته 15 دقیقه. به چه شکل این ستاپ کار میکنه؟ در واقع ما یک مینور ماژور میخوایم. این مینور ماژوره. در واقع اونایی که میدونن که حالا هیچ مشکلی نیست، اونایی هم که نمیدونن مفهومش اینطوریه که قیمت یک کف میزنه و یه سقف اینجا میزنه، بعد یک کف پایینتر میزنه و برمیگرده سقف بالاتر میزنه، یعنی این سقف رو میزنه. انتظار کلی اینه که مثلا قیمت اینطوری همی بیاد سقف و کفه پایینتر بزنه، ولی یه جا مثل اینجا چی رخ میده؟ قیمت میاد سقف بالاتر این رو میزنه و دوباره میاد کف پایینتر میزنه. ترید ما دقیقا تو این نقطه رخ میده. چطوری؟ وقتی که این اتفاق رخ داد، یعنی این مینوره اومد ماژور شد و حالا به هر اسمی اصلا مینور ماژور، چون ساختار شبیه اینه این اسمش روش گذاشتن. بلا مثلا کسی که حالا با آی سی تو اینا کار میکنه معمولا وقتی که سقف بالاتری زده میشه به این میگن مثلا چنج اپ کاراکتر، که مثلا حالا قیمت سقف بالاتری رو داره میزنه. و وقتی به هر حال این ساختار به وجود اومد، ما اینجا 2 تا کندل سبز میخوایم که تاییدیه ورود ما باشه. 2 تا کندل سبز پشت سر هم. اگر بینشون یک کندل قرمز هم بود، فقط هم یک کندل قرمز، این 2 تا و یکی بیشتر نباشه دیگه. اگه کندل قرمز هم بود و یک رالی بسرالی رو به وجود آورد باز قبوله، ولی تو اولویت دوم قرار میگیره، به شرطی که این کندل قرمز کف پایینتر نزنه. اگه کف پایینتر بزنه دیگه کلا داستان کنسل میشه. حتما باید حکم یک رالی بسرالی رو برای ما بازی کنه به این شکل. اگر هم کلا نباشه و صرفا 2 تا کندل سبز پشت سر هم بزنه که چه بهتر. تیپی رو هم بر اساس حالا کلوزینگ کندل و استاپی که اینجا داریم 1 برابر این 2 برابر این به این شکل تارگت ها رو میگیریم و خیلی اوقات مثلا حالا اینطوری تصور کنیم، خیلی اوقات منشه این سقف زده میشه اونجایی که حالا گفتیم مثلا حکم چنج اپ کاراکتر رو داشته. خیلی اوقات منشه این حرکت زده میشه و تارگت بلندتری رو به ما میده. کل ستاپ همینه و چیز زیاد پیچیده ای نیست. مثلا تایم 15 دقیقه است. ببینیم اینجا رو ببینید.
این کندل سبز کفش اینجاست، رفته سقف زده، میشه همون مینور ما. بعد لوی پایینتر زده و اینجا میتونیم مثلا بگیم همون چنج اف کاراکتر رخ داده یا ماژور شده. ماژور ما وقتی که این کف زده بشه تایید میشه، یعنی اگه تا این پایین مثلا تا اینجا قیمت میومد و میرفت بالاتر دیگه تایید نمیشه. اما وقتی که این کف زده میشه و از این طرف سقف این هم زده شده دیگه همون چیز مطلوبیه که میخواستیم، یک مینور داشتیم ماژور شده. ورود ما با کلوز کندل دومه، یعنی کندل سبز دوم که رخ داد ورود میزنیم، اینجا هم رد شده این منشأ حرکت و حالا دیگه کلا خیلی بالاتر هم رفته. پس کلا ما توی چارت به این مینور ماژوره دقت میکنیم و پیداش میکنیم، چیزی اصلا پیچیده ای نیست. و یه نکته هم بگم، الان مثلا اگر دقت کنید این کندل سبز شبیه مینور ماژور ما هستش. اینجا یک نقطه پایین تر اومده و تایید در واقع تاییدیه داده و اینجا رو شاید شما ترید بکنید انجام بدید، ولی من این رو نمیپسندم. علتش چیه؟ علتش اینه که در واقع این کندل تو دل این دراب استراپ بوده. در واقع ما اینجا یک دراب استراپی که داشتیم این بوده و توی این مسیری که لگ دوم دراب رخ داده این کندل سبز به وجود اومده و کندل مستقلی نیست، یعنی در واقع یک برگشت قیمت مستقل نیست. برگشت قیمت مستقل اینه که در واقع از این کف جدا شده، از این کف جدا شده و قشنگ اومده یک دراب استراپ زده. اما این از کجا جدا شده؟ یعنی کف اصلی من اینه، کف اصلی من اینه و اینی که اینجا به وجود اومده تو دل این به وجود اومده و معتبر نیست از نظر من. این نکته رو هم دقت کنید. حالا این کندل از این سقف جدا شده و واضح یک در واقع اصلاح قیمتی مستقلی هستش، پس میتونه یک مینور مستقل باشه. اینجا مینور کرده، در واقع های زده، لوی زده، هایر های زده. حالا اینجا مثلا چنج اف کاراکتر رو داده، هرچی میخوای اسمش رو بذاری مهم نیست، یا مینور ماژور شده هرچی. وقتی قیمت بالا این اومد، حالا چه کلوز کنید، چه شادو بزنه زیاد مهم نیست و این سقف رو چه با کندل سبز شادو بزنه چه با کندل قرمز باز مهم نیست. مهم اینه که دو تا کندل قرمز پشت سر هم بعد از اینکه این سقف زده شد ببینیم. اگر بینشون یک کندل سبز بود دیگه تا حد 50% این ارزش ستاب میاد پایین، ریسکی تر میشه. بهتره که دو تا کندل باشه و این رو هم در نظر بگیرید. مثلا کندل اینقدر یا مثلا این فاصله بزرگی رو ببینید، این کندل مثلا میومد تا اینجا میومد دیگه گفتیم که منشأ این حرکت به عنوان تیپی محسوب میشه و دیگه ریسک بریواردی نمیمونه من بخوام بگیرم. درسته بر اساس فیبوباس حداقل تارگتی میتونیم بگیریم، ولی بهتره که دو تا کلوز کندل جمع و جور رو نزدیک به هم ببینیم که حداقل وقتی که این کف رد بشه یک به یکی رو بتونیم ازش در بیاریم. خب اینجا رو ما ترید زدیم و اگر دقت کنید مینور ماژور دوباره تکرار شده، یعنی که 1000 بارم تکرار بشه باز ما تریدش میکنیم. اینجا مینور، اینجا اومده باز ما بگیم چنج اف کاراکتر یا در واقع ماژور شدن، زیاد مهم نیست اسمش. دوباره مینور ماژور به وجود اومده و اینجا این ترید رو به ما میداده که تارگت نداد. حالا تو اینجا هم که گفتیم چون کلوز کندل دوم خیلی نزدیک به این کف شده دیگه ریسک بریواردش نمیارزه. حالا همین رو مثلا اگر من برم 5 دقیقه ببینم ورود بهتری به من میده، اینا مینور ماژوره و ورود بهتر من در واقع اینجا رخ داده.
و در واقع میفته همون کلوز کندل اول و بر اساس اون تیپی 2 رو تقریبا به ما داده. این رو باید خودتون با تجربه حالا به دست بیارید و یا برید مثلا تایم پایینتر این و تاییدیه بگیرید و یا اگر خیلی دور شد دیگه غیرش رو بزنید. اینجا یه مثال داشتیم که خیلی جمع و جور بود. اینجا مثلا 2 تا کلوز کندل نزدیکه. خب این هم هست اینجا رخ داده مینور ماژور ما. خلاصه بعد ریسک ریوارد رو بسنجید. اگه ارزش داشت ترید میکنیم، اگر نداشت سر میکنیم تا این موقعیت خوب پیش بیاد. این مینور میتونه باشه. اینجا ماژور ما وقتی که این سقف مجددا زده شد تایید میشه. این یک کلوز، این هم کلوز دوم که این هم کلوزش خیلی دور افتاده، هرچند که تارگت رو هم داده و اینجا تارگت 3 رو داده. اینجا مثلا های لو، هایر های، لوور لو یا همون چجاب کارکتر تایم پایین اومده. البته اینجا منشه حرکت، این منشه حرکت رو رد کرد و من این رو هم در واقع تایید نمی کنم. بعد در واقع قبل از اینکه این کف رو بزنه برمیگشت، چون دیگه مینور ماژور نیست. وقتی این کف رد بشه دیگه اصلا مینور ماژور مطرح نیست. اما اگه این بالاتر بود میومد بالا این سقف کلوز میکرد و با کلوز کندل دوم سل رو میزدیم. این تایم 15 دقیقه است. اینجا ببینم هست این کندل مینور و تایم پایین اومده، لو های، لوور ما اینجا بوده که اینجا در واقع حکم چیزاف کاراکتر یا هایر های رو داشته. این نیومده که زیر این بیاد و مینور ماژور من رو تایید کنه، پس ستاپ اینجا تشکیل نشده. اگر این رو مینور حساب کنم، این کندل بگم این ماژورش کرده، الان با کلوز کندل اول تیپ 1 میداد و احتمالا برای این تایم فریم مناسب نبوده. بریم 5 دقیقهش قشنگتر میشه. اینا مینور بودن، ماژور کرده و کلوز کندل دوم اینجاست. برای این تایم فریم نبود. حالا توی ترید هم حل تایم رو میشه حالا چک کرد و وقتی که همین ستاپ توی 5 دقیقه رخ داده و تاییدیش رو اینجا میده، خب من چرا برم توی 15 دقیقه و با کلوز کندل دومش وارد بشم. و این برای 5 دقیقه است. اگر این رو مینور حساب کنیم،
که اینجا ماژورش کرده، مثلا که بعد از اینکه در واقع ماژورش کرده یا همون چنج آف کاراکتر رخ داده دیگه بالاش رالی نزده ولی وقتی که بعد از اینکه در واقع مینور ما میخواد ماژور بشه و قیمت رالی بیس رالی چند تا رالی بیس رالی میکنه دیگه این کجا مثلا چنج آف کاراکتره یا کجا مینوری بوده که ماژور شده دیگه این یک روند شد. اینا رو هم باید دقت کنید که این چیزی که میخوایم واقعا خیلی جمع و جور باشه. الان مثلا اگر این مینور می بود همیشه رو ماژور میکرد برمیگشت و جمع و جور رخ میداد. یه نکته دیگه هم هست که بعد از اینکه این جمعیت مینور ماژور ما تایید میشه نباید بیشتر از 2 تا کندل زیر این کفه کلوز کنه که اینا مثلا 3 تا کندل کلوز کرده. بیشتر از 2 تا بود رو دیگه اگه 2 تا کندل سبسم زد دیگه ترید نمی کنیم. حتما باید جمع و جور و کوچیک رخ بده. اینجا رو لای نگاه بندازم های لو هایر های لو ورلو و هایر های ما رو اینجا زده که فقط یک کندل قرمز کلوز کرده بعد دوباره کندل سبز بالا رفته و رالی بیس رالی به وجود آورده و گفتیم که تو این حالت ریسک کار بیشتر میشه. اینم صفر پیپشه که اگر یه پیپ پایینتر بود همین رو مجددا های لو هایر های و لو ورلو و هایر های حساب میکردیم و با این کلوز کندل وارد میشدیم. طبق ستاب نیست دیگه، به هر حال ما یه الگو پیدا کردیم میخوایم اون که رخ داد تریدش کنیم و در واقع الگوهای دیگه رو که رخ میده رو ترید نمی کنیم. این مینور، این ماژور، کلوز کندل دوم اینجا بوده، تقریبا تیپی 1 رو میداد. مثلا این خوبه نگاه کنید همه چی پیش هم رخ داده. این مینور البته نه، این مینور ماژور نیست اینجا، مگر اینکه به نسبت کل این حساب کنم بگم در واقع این مینور و اینجا ماژور کرده برگشته بالا، اینجا چنج آف کاراکتر کرده برگشته بالا، کلوز کندل دوم به این شکل. این یکی این مینور ما، این ماژور ما و 2 تا کندل هم کلوز کرده، کلوز کندل دوم سبزین بوده. حالا با این که شادو اومده استاپ ما رو میزد. میشه یه خورده استاپ رو هم شناورتر گذاشت که یا به شرط کلوز زیر این کف بذاریم که اگر فقط شادو زد و برگشت دیگه استاپ نخورد. این کندل سبز سقف بالاتری نزده، اینجا هم ریسکیه دیگه، قشنگ 2 تا کندل سبز قرمز کلوز نکرده و طبق ستاب نیست. میگردیم دنبال حالتی که طبق ستاب باشه. تو 15 دقیقه کمتر رخ میده، ولی حالا بریم تایم های پایینتر.
بیشتر رخ میده. بریم گذشته ببینیم این ستاپ توی گذشته باز وجود داشته. مثلا بریم رسیدیم 2014 این دورو برا بعد مستقیم میریم 5 دقیقه 2014 این تاریخ اتفاقیه 21 این تاریخ. رفتیم 5 دقیقه این مینور ماست. اینجا ماژور کرده رفته بالا. دو تا کلوز کندل داشتیم. اینجا یه خورده اومده بالا اومده بعد برگشته. میتونیم حالا این هم یه پیشنهاده که یه نیم برابر استاپ رو اضافه کنیم. منفی نیم. همین. یعنی خورده استاپ رو بذاریم اینجا که حالا شادو بازی که کرد استاپ ما رو نزنه. این مینور نیست چون در واقع برگشت قیمت من توی این مسیر رخ داده و اینجا کندل سبز رخ نداده و حتما بیس مینور ما حتما باید کندل رنگ مخالف توش باشه و این کندل سبز تو مسیر برگشت رخ داده و قبول نیست. یعنی همون که برمیگردی از این کف تا اینجا ما کندل سبز میخواستیم که رخ نداده، حالا این تو مسیر برگشت یک کندل سبز زده. اما اینجا هست این مینور من ماژور و ببینیم چند کندل بالاش کلوز کرده. 3 تا کندل کلوز کرده و دیگه ریسکیه که بخوایم این رو ترید کنیم. طبق 3 تا نیست. اما توی مقیاس دیگه میتونیم این رو مینور حساب کنیم که اینجا ماژورش کرده برگشته بالا و این شکل به ما تارگت داده. هم دیگه تایم ترید نیست. این هم اگر مینور ماژور حساب کنیم فقط یک کندل قرمز زده. کلا 2 تا داشته ولی گفتیم که توی گذشته ستاب رو داریم بررسی میکنیم ببینیم که هنوز کار میکنه یا نه. این مینور ما ماژور کرده اومده سقف بالاتر رو زده. مینور ماژور تایید شده. کلوز کندل دوم و منشأ این حرکت رو هم حالا اومده و رد کرد. اینجا این مینور و این هم ماژور
یا همون مثلا چنج اف کاراکتر یا هر اسمی سقف بالاتر رو که زد قیمت اگر دو تا کندل قرمز پشت سر هم میزد سل میزدی، ولی اینجا یه توقفی داشته و طبق ستاب نبود. اینجا هم چیزی نداریم. این در واقع این مینوری که اینجا داریم طبق ستاب نیست، توقف زیاد داره. این مینور باشه، اینم ماژورش، کلوز کندل دوم اینجاست. خب استاب نزده، وقتی که برمیگرده در واقع فرصت ورود بین تر رو هم به ما خیلی اوقات میده. مثلا اینجا اومدیم ستاب رو دیدیم، اینجا مثلا ستاب رخ داده ولی ما ندیدیمش، مثلا 15 دقیقه فرصت داشتیم که این ستاب رو ببینیم، حالا مثلا توی دقیقه 20 اصلاحی هم کرده و اگر ما کلا اینجا رو مثلا 1% ریسک کنیم، خب اگه اینجا وارد بشیم واسه هم 1% رو داریم ریسک میکنیم میگه. اینجا در عوض ورود ما بهینه تر میشه و ریسک ریوارد خیلی بهتر میشه. اینم دیگه حالا وقتی پایت سرت هستیم میتونیم این حالت ها رو هم به دست بیاریم. این رو مینور حساب کنیم، بعد اومده بالا مثلا بگیم این چنج اف کاراکتر، یعنی برای اونایی که آی سی تی کار میکنن با این اسم در واقع میگم که بهتر این مینور ماژور رو درک کنن که داره چه اتفاقی میفته. مثلا بالفرض این چنج اف کاراکتر درست بوده، حق با اون بوده، میخواسته روند قیمت رو عوض کنه، ولی خب در واقع همون اسمارت مانیه میخواد بیاد این استاپا رو هم بزنه بعد بره. استاپایی که حالا قیمت مثلا اونایی که با زدن این کف فکر کردن که روند عوض شده، استاپو میارن اینجا میذارن دیگه. حالا این اسمارت مانیه یا حالا اون بانک ها مؤسساتی که حرکت کندل ها رو دارن میسازن، اومدن استاپا این سقف رو زدن بعد از چنج اف کاراکتر و بعد قیمت ریخته و ما از همین به نفع خودمون استفاده میکنیم و همین که این اتفاق افتاد یا مینور ماژور رخ داد، با دو تا کلوز کندل که رخ داد ما سل میزنیم. تی پی هم بر اساس همین فیبو ما میگیریم، میتونید خودتون یه سبک دیگه کار میکنید، حالا مثلا میدونید که تا اینجا مثلا نفوذ داره یا اصلاح داره هر چی، یا بر اساس مثلا رشد شده این کف مثلا اینجا خارج بشید، یا بر اساس فیبو مثلا بگید 2 برابرش خارج بشم اینجا، هر چی دیگه برمیگرده به هنر خودتون موقع ترید. ولی این ستاپی داره همه جا کار میکنه. الان 2014 هستیم، خیلی ساده است، خیلی مکانیکیه، تو 1 دقیقه هم کار میکنه، ولی من زیاد 1 دقیقه رو پیشنهاد نمیکنم، چون 1 دقیقه است دیگه، تحت تاثیر 5 دقیقه 15 دقیقه همه تایم فریم ها قرار داره و ممکنه وین ریت شما رو بیاره پایین. اینجا های لوور لو، هایر های، لوور لو رو زده، مثلا بگیم چنج اف کاراکتر قیمت اومده استاپ 5 رو زده، 2 تا کندل سبز که کلوز کرد، وارد میشیم. تارگت میتونه این سقف باشه، میتونه 1 به 1 باشه، میتونه حالا روی تی پی 2 خارج بشیم، میتونه منشه این سقف باشه که دیگه میبسه دیگه است. اگه این رو مینور حساب کنیم و کلی مسیر رو ماژور حساب کنیم زیاد منطقی نیست. میدونید چرا؟ چون در واقع گفتیم یک چنج اف کاراکتر رخ داده، وقتی چنج اف کاراکتر رخ میده همینجا باید همینجا هم برگرده دیگه، ولی اومده رالی بیس کلا 3 تا سقف بالاتر زده و این زیاد دلچسب ما نیست.
زیاد طبق ستاب نیست. بعد وقتی که زیر این هم اومده بیش از 2 کندل طول کشیده، همین نکات رو در نظر بگیرید کافیه و زیاد پیچیده‌اش نکنید. این یکی اینجا کندل رنگ مخالف داریم، مینور، لوی پایینتر، در واقع دراب بیس دراب داریم. این میشه چیزا کارکتر، یعنی میشه مسیری که میخواد این ماژور ما رو به وجود بیاره. کف این که رد شد، در واقع ستاپ ما تازه داره تایید میشه. وقتی که این کف رد شد چه اتفاقی رخ داد؟ فقط یک کندل سبز زد، بعد دوباره کندل قرمز پایین اومدن و طبق ستاپ نیست و تریدش نکردیم. اگه این رو مینور حساب کنیم، اینجا ماژور باشه، زیر این که میاد 3 تا کندل کلوز کرده، پس طبق ستاپ نیست. اینجا داریم این مینور سقف بالاتر، کف پایینتر یا همون چنج آف کاراکتر رفته بالا، استفا رو قشنگ جمع کرده، 2 تا کندل کلوز کنه، کندل قرمز کلوز کنه، حالا زیر این هم کلوز کرده کندل دوم. اگه صرف پیپش بود یا کلا کلوز این بالاتر بود، بهتره که زیر کلوز اولی کلوز کنه و پایینتر باشه که اینجا پایینتره و حالا همین منشأ حرکت رو در نظر بگیریم، تارگت 4 رو به ما میداد. این های باشه، تنزر لو، هایر های، لوور لو رو اینجا زدیم. این لوور لو هم که دیگه چنج آف کاراکتر نیست، یعنی در واقع دراب به استراپ کنن داره میاد پایین و هموناییه که زیاد باب میل ما نیست. و اینجا ماژور ما که تایید میشه، باز کندل قرمز زده و دوباره رفته بالا و کلا طبق ستاب نیست. پس بگردید دنبال همون حالت شیکوپیک و جمع جوری که میگیم. اینم درسته مینور ماژور شده، ولی قیمت بعدا بیش از 2 کندل رفته بالا. میبینید که اصلا استاپی توی این تاریخ اصلا نداد. یه سر به 1 دقیقه هم توی، حالا بذار تاریخ هم باز عوض کنم، مثلا بریم دوباره دیلی، یه خورده بیام جلوتر، مثلا 2002 رو برم، برم 1 دقیقه مستقیم 2017 هستیم. ببینیم ستاپ چقدر کار میکنه. همه این لوها برابر هستن، پس مینور من این کندل سبز است، این مینور، ماژور، زیر این هم که فقط کندل قرمز داریم کافیه، یعنی بیشتر از 2 کندل نبوده و کلوز کندل دوم وارد شدیم و حالا کار کرده دیگه، داره ستاپ رخ میده و تارگت میده. لو های، لوور لو، هایر های تا اون بالا، سپس لوور لو رو اینجا زده. یک کندل سبز داریم اینجا، بعد از اون کندل قرمز لوی پایینتر زده و دیگه ستاپ معتبر نیست. این مینور باشه، کف پایینتر رو اینجا زده، کلوز دوم اینجا بوده و بر اساس فیبو تیپی 1 رو داده. این مینور، این ماژور و اینجا 2 تا کلوز رو داده ولی استاپ شده. این توی 1 دقیقه من زیاد نمیپسندم، چون تایم خیلی کوچیکیه.
علاوه بر اون اسپرد داریم، کمیسیون داریم، اسلیپیج داریم و زیاد نمیصرفه، ولی 15 دقیقه مخصوصا 5 دقیقه خیلی خوبه، یعنی مشکل خاصی توش نیست. سه تا کندل کلوز کرده، قبول نیست. این مینور، این ماژور یا اون چنج اف کاراکتر دیگه وقتی زیر این اومد دیگه دراب کنن هی نرفته بالا، بلا فاصله برگشته اومده چیکار کرده؟ سقف بالاتر رو زده. این خوبه. دوباره این بگردید. این کلوز اول، اینم کلوز دوم و توی 2 دقیقه تارگت 2 رو به ما داد. اینم مینور ماژور کرده، هرچند بالا اون رالی بسرالی دیگه هم داشته. مینور ماژور ما اینجا آمده تکمیل شده. کلوز کندل دوم رو این بگیریم، باز تیپی 1 رو به ما صفر پیپ داده. طبق ستاپ کار کرده دیگه. حالا یه جای تیپی 1 میده، یه جا هم که مثلا در جهت رونده، حالا کلا قیمت ریزشیه دیگه خلاف بجهت. مثلا این در جهت رونده، حالا بیا اینو نگه دار ببین چه تارگتی میشه، اصلا حساب نمیشه چقدر. پس دنبال مینور و ماژور میگردیم. این هم 1 دقیقه بود، درسته. این روز رو 2 تا 3 4 تا داشته با یکی یه استاپ. بریم 1 ساعت رو هم یه نگاه بندازیم و ویدیو رو تموم کنیم. این ساعت زیاد خوب نیست. در واقع باید ساختار قیمت رو و کندل ها رو جوری تنظیم کنیم که مینور ماژور به ما بده. حالا من این میگردم مثلا مینور ماژور نمیده. برای این تایم فریم نیست. بقیه جفت ارزها هم خیلی داغونن، یعنی مخصوصا یورو یو اس دی مناسب این ستابه نیست. روی طلا خوب کار میکنه، روی نقره هم که در واقع شبیه طلاز و روی اون هم میشه گفت که در واقع خوبه و بدک نیستش. بذار لود بشه. بریم لایو مارکت نقره رو هم یه نگاه بندازیم. 5 دقیقه است. این مینور بوده، ماژور کرده اومده پایین، اینجا ستاپ تشکیل نشده، اینجا و طبق ستاپ نبوده. این لو های، لوور لو هایر های، لوور لو رو اینجا داشتیم. بعد از اینکه همون چنج کاراکتر یا سقف بالاتر رو زده دیگه بلا فاصله برگشته. این خوبه. از این طرف هم استاپ رو که زده باشد و بلا فاصله برگشته. این نشانه های خوبی هم. تیپی 3 رو صفر پیپ داده، تا 4 رو هم رفته. این دوتا هر دو میتونن مینور ما باشند. برگشته ببینم زیر این چند تا کندل اومده. حل 2 تا کندل قبول کافیه، مشکلی نداره. 2 تا کلوز کندل هم بلا فاصله زده، خیلی خوبه. و تیپی 2 رو هم حداقل میتونستیم ازش بگیریم.
اگر این رو مینور حساب کنیم یا اینجا رو چند کاراکتر حساب کنیم زیاد جذاب نیست، خیلی طول کشیده، ستاب به هم نزدیک نیستش، ولی باز نگاه کنید کلوز کندل دوم و خیلی تمیز کار کرده. تا همین منشأ بگیریم، حالا تا این پایین اومده، به هر حال داره ستاب کار میکنه با اینکه خیلی طول کشیده و جمع و جور هم نبوده. اینجا این مینور چنج اف کاراکتر یا ماژور شده، ولی اینجا نیومده کف این رو بزنه. ببینم زده؟ نزده. این مشکل دیگه، این ستاب رو تایید نکرده. اگه این یه پی پایینتر این میومد دیگه اینجا ترید خوبی رو میشد گرفت. طبق ستاب نبود. اینا رو مثلا مینور حساب کنیم تا اینجا. این کف اینجا زده شده، اینجا بلافاصله برنگشته، اومده دراب استراب پی پایین اومده 3-4 تا سقف پایینتر زده، بعد برگشته اینجا و استاپ پایین سقف رو زده. 2 تا کلوز کندل قرمز رو میبینیم و اگر درست رسم کنم روی کلوزش تیپی 2 رو به ما داد. این رو هم اگر مینور حساب کنم بالا این سقفه، این هم یک کندل بینشون هست، مشکلی نداره، فقط این کندل سبز نباید سقفه بالاتر بزنه. این هم استاپ نزده، استاپ نیم برابر بیشتر رو هم گذاشتیم ولی اکثرا لازم هم نیست، ولی احتیاطاً حالا خواستید در نظر بگیرید. یا این یا به شرط کلوز بالا این سقف، یعنی اینجا مثلا کلوز کرد، اینجا کلوز کرد دیگه خارج بشید. یا مثلا اینجا شادو زد برگشت، زیاد حساسیت نشون ندید. خیلی اوقات شادو میزنه برمیگرده، اما اگه دیدید کلوز کرد یا از نیم برابر بیشتر رفت دیگه حالا با ضرر میبندیم. اینجا هم ترم زیاد مناسبی برای ترید نیست. این آخر روز این مینور ما بوده، اینجا ماژور شده، اولین بار اینجا کف رو زده، بلافاصله برگشت قیمت رو یک کندل سبز فقط داریم. دقت کنید اینجا این کندل سبز اومده کف پایینتر زده، بعد این دفعه مثلا اگه حتی این رو هم اولین کندل سبز حساب کنیم، کندل قرمز اومده لوی پایینتری رو نزده ولی این کندل سبز لوی پایینتر زده، پس این میشه اولین کندل سبز من و این میشه دومی. دیگه کلا ستا به هم، یعنی اینقدر را به استراب زیرش زد قبول نیست، اینا قبول نیستن، اینا رو ترید نمی کنیم. آخر روز هم هست با شادوها اصلا به هم میریزن، کندل ها و مناسب نیست. طبق ستاب 2 تا کندل بلا فاصله کلوز کرد وارد میشیم. تو حالت دوم 50% بدتر، اونم اینه که بین 2 تا کندل قرمز یک کندل سبز هم پیش بیاد. این مینور من، اینجا چنج اف کاراکتر یا ماژور من، یه سقف بالاتر هم باز دارم، اینجا اومده لوی پایینتر رو اینجا زده، مینور ماژوری رو به وجود آورده، کلوز کندل دوم و تارگتی رو هم به ما داده، تا این بالا رفته. یه نکته هم اضافه کنم که این ستابی که همینطوری هم خیلی شاهکار هستش، با یه سری اندیکیتور در واقع بین‌تر هم شده و یعنی سعی کردیم که در ذات روند رو باش مشخص کنم و یه سری موینگ اوریج هم داریم که تارگت رو برای ما مشخص میکنند که این هم حالا نکات اضافی هستش که اون رو توی دوره اصلی میذارم.
ولی برای این رایگان همینطوری هم فوق العاده هستش و قطعا رضایت بخش شما انشاءالله خواهد بود. این سقف زده شده، اینا مینور ما هستند. به نسبت این مینور که مثلا اینجا میگفتیم چنج اف کاراکتر رخ داده و بلافاصله برنگشته و دراب بیستراب زیرش کرده، آره به نسبت این مینور این اتفاق درست. ولی خب قیمت در واقع اینجا آمده این رو هم مینور حساب کنیم، اومده زیرش شادو زده، چنج اف کاراکتر ما تایید شده، بلا فاصله برگشته و اومده استاپ این بالا رو زده و این هم دوتا کلوز کندل، بهترین ورود، بهترین جای ممکن و این هم تارگت فوق العاده‌اش. نقره هستیم 5 دقیقه. اینجا هم مینور ماژور داریم. ببینم چند کندل بالاش کلوز کرده، دوتا کافی هست. کلوز کندل دوم این هم یه ترید خیلی زیبای دیگه روی نقره. حالا این ستاپ بهتره، این ستاپ راحت تره، این ستاپ مکانیکی تره، این ستاپ قابل درک تره یا مثلا آی سی تی که من این همه وقت براش گذاشتم واقعا ازش نتونستم استفاده خاصی کنم. یا آر تی ام که پیرت میکنه، اصلا از یه جایی به بعد دیگه مغزت نمیکشه. آقا این اف ال شد، دی پی به اف ال برگشت، اف ال به دی پی برگشت، برنگشت، اینگولف بود، اف او بود. حالا مثلا این رو میبری تایم تیک چارت، چه کاریه؟ این همه بالا پایین میکنی، اصلا آدم نمیکشه، واقعا خسته میشه. و همه این ستاپ ها به خاطر این به وجود اومد که حالا من خود آدم تنبلی هم هستم و آدم های تنبل میانبرهای خوبی پیدا میکنن، یعنی راه های بهتری رو پیدا میکنن. واسه همین ستاپ هم به وجود اومد، چیز خاصی هم نیستن، خیلی ساده. مینور ماژور پیدا کن، با مفاهیم آی سی تی میخوای نگاهش کن، بگو آقا مثلا یه چنج اف کاراکتر رخ بده، برگرده چرا یه سی تی کرد تا به حال اینو نگفته نیست، چون اصلا اونا نگاهشون یه چیز دیگه، کل تمرکزشون روی اوردر بلاک و نمیدونم اف جی گپ و نمیدونم این اصطلاحات عجیبی که واقعا خوب نیست. یعنی به جای اینکه شما بیای مثلا این رو انتخاب کنی، تو برگشت قیمت حالا خدا بهش بخوره برگرده ردش کنه بیاد، اصلا یه داستانی میشه. به جای اینا با کلوز کندل وارد میشیم، کلوز کندل طلایی. یعنی کلوز کندلی که من میگم میتونیم اسمش رو بذاریم کندل طلایی، کندل خاص که وقتی اون کندل کلوز میکنه میدونیم که حداقل به اندازه همون رو حرکت میکنیم، یعنی هر چقدر بوده همون فاصله رو هم میتونیم مثلا روش حساب کنیم. این بهتره، این ساده تره و آدم رو گیس نمیکنه. همونطوری که بهتون قول دادم استتاب خیلی مکانیکی، خیلی قوی و خیلی راحت که هر کسی میتونه باهاش ارتباط بگیره. بیا اصلا داد میزنه، اصلا فریاد میزنه که آقا من مینور ماژورم، بیا منو ترید کن. ولی ببینیم کامل طبق ستاپ هست یا خورده دیگه اینجا بد شده، طبق این ستاپ ما نیست. ولی ما یه سری ستاپ های دیگه توی اف پی سی داریم که هر یک از اون ستاپ ها توی این ناحیه خاص رخ بدن تاییدیه ورودن برای ما. و این نکته برای بقیه دوستانی که دوره رو به حساب تهیه کردن هم خیلی ضروریه بهش توجه کنن که میتونن به جای اینکه ستاپ های گذشته رو در هر جای چارت ترید کنن، فقط توی این سیستم ترید کنن، توی این ساختار ترید کنن، یعنی توی این ستاپ ما رخ داد ترید کنن. حالا اینجا 3 ستاپی داریم، ستاپ 4 داریم. ستاپ 4 چیه؟ توی دوره قشنگ من دربارش توضیح دادم.
یعنی اگه دوتا کلوز کندل رو هم نداد ما یه سری نشانه های دیگه داریم که تایید کنه قیمت میاد پایین و نمیره بالا. بر اساس اون هم میتونیم ترید رو بگیریم و زنمونیم. ولی برای این ستاپی که رایگان ارائه شده همون دوتا کلوز کندل یا یک کندل سبز بینشون بر اساس اون ترید میکنیم. برم 15 دقیقه نقره و یه خورده هم برم عقبتر. تایم ویدیو حالا نمیخوام زیاد طولانی بشه. ببینم لود میشه. بریم مثلا 2000 همین زمین 2021 باز برگشت پایین. اینجا مثلا برم 1 دقیقه پس کار نکرد. این دور برای بیاریم. چارتش لود نمیشه. چارتش لود نمیشه. حالا این نقره رو نگاه کنید. یعنی از اینجایی که شروع کردیم تا اینجا حتی یه استاپ هم نداشتیم. تو 5 دقیقه و فوق العاده است. یه خورده اینترنت داره اذیت میکنه. خب اینترنت داره اذیت میکنه و زیاد همراهی نمیکنه. میخواستم گذشته تر رو بررسی کنم که ظاهرا امکان نداره. اگه اینا رو مینور حساب کنیم بعد اینجا بگیم سقف بالاتر و کف پایینتر زده، اینجا هایر ما تایید شده باشه، اینجا استاپ کنیم. این مینور، اینم ماژور و اینجا تایید یه ورود خیلی خوب داشتیم. خود این مینور ماژور شده، کف این رد شده و طبق ستاپ نیست. یه دقیقه رو یه نگاه بندازیم. یه دقیقه واقعا مناسب نیستم چون گفتم اسپرد اینا داره پیش میاد و اذیت میکنه. اینجا مثلا بوده این مینور، اینم ماژور، اینجا مثلا ستاپ رو داشتیم. خب تا این اندازه کافیه، نمیخوام تایم ویدیو بیشتر از این طول بکشه و این همون ویدیویی بود که بهتون قول دادم. ولی از طرف شما این قول شما این در واقع خواسته من برآورده نشد و این ویدیوی درستی نبود و توی یکی 2 ساعت من اینجا عکسش هم گذاشتم به صورت خیلی غیر عادی. ویو بالا رفت
نگاه کنید اینجا 6200 تا بود توی ساعت 12 و 20 دقیقه. بعد به خاطر این دیده نمیشه. این ویو خیلی داشت میرفت بالا، خیلی سرعتی و اصلا تا این پست رو گذاشتم به 8000 و خورده ای رسید. همین رو گذاشتم به این عدد رسید و دوست داشتم که با این ستاپ در واقع دوستان بیشتری به جمع ما بپیوندند و حالا انشالله همین ویدیویی که دارم میذارم رو بفرستید برای دوستاتون، برای افراد بیشتری که با این سبک و این ستاپ آشنا بشن و خودشون رو محصرشون رو با بقیه ستاپ ها سفید نکنند. همین ستاپ واقعا خیلی عالیه، خیلی ساده است. توی طلا و نقره در واقع کفایت میکنه و توی همین دوتا نماد میشه تریدش کرد. اینم که حالا ستاپ FPC رو میشه اینجا اجرا کرد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعدی و آموزش‌های بعدی که انشالله حالا ادامه دار باشه به صورت رایگان بتونم براتون مطالب دیگه بذارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.